احتمالا شما هم میخواستید برنامه‌ای باشه که یک اسمس بانکی یا جعلی بسازید که دوستانتون رو سر کار بذارید. با من همراه باشید تا آموزش رو بهتون یاد بدم. وارد برنامه میشیم. در این قسمت یک نام یا شماره انتخاب میکنیم. فرق نمیکنه اگه داخل گوشیتون هم سیو نباشه یا مثلا فقط یه دونه عددم باشه، مثلا فرض مثال فقط مثلا 5 باشه بازم میسازه. خب من مینویسم مثلا بانک ملی و در این قسمت میتونید ساعت یا تاریخ رو تغییر بدین و در این قسمت هم پیام مورد نظر رو وارد کنید. من مینویسم که کارت شما صادر شد. خب وقتی که روی این گزینه بزنیم با همچین چیزی مواجه میشیم. خب برنامه رو انتخاب میکنیم، تنظیم پیش‌فرض. خب دوباره میریم روی پیام نگار تنظیم پیش‌فرض. پیام ما ساخته شد. میریم داخل پیامکامون، همونطور که میبینید پیامک ما ساخته شده به این شکل. نه شماره ای نه چیزی نیست، فقط اسمه و اینجا فقط متنه. همونطور که میبینید ساعت 18:10 و 18:11 که این پیام ساخته شده. خب میتونیم که قبلا من بهتون گفتم میتونید از اینجا ساعت تغییر بدین، تاریخ رو تغییر بدین و از این گزینه ها میتونید که شما ارسال کرده باشید یا از طرف یکی دیگه ارسال شده باشد، یا میتونین جلوشو باز بذارین که شما بتونین بهش پیام بدین. خیلی قابلیت ها داره. میتونید این برنامه رو از کانال سازندگان آینده که در تلگرام هست زیر همین ویدیو لینکشو میذارم، میتونید دانلودش کنید و خیلی هم خوشحال میشیم که برنامه رو لایک کنید و سابسکرایب کنید و به خانواده سازندگان آینده بپیوندید. خیلی ممنون تا آخر ویدیو با ما همراه بودید.